بعضیا عشق چونه زدن دارن، یعنی فکر میکنن اگه چونه نزنن کلا سرشون رفته. من و تو هم که به عنوان یه فروشنده مقابل اون طرف وایسادیم، بعد یه سیاست خاص کاری داشته باشیم. بیایم تو چونه زنی طرف همراهیش کنیم، کمکش کنیم. حالا اگه طرف عین من 2 تا کتاب مذاکره خونده باشه دیگه واویلا دیگه. دوست داره چونه بزنه، دوست داره تخفیف بگیره. چون اگه فکر میکنه این کار انجام نده، شما بهش جنسا گرون فروختی یا سرش کلا گذاشتی. و مسئله دیگه هم که هست خیلی هم مهمه، تو معاملات بعضیا رو من دیدم میان تخفیف زیاد به طرف میدن. این کار 2 تا مشکل داره. یکی این که اگه تخفیف زیاد بدی، به طرف این حس دادی که من گرون فروشم، جنسم رو گرون به شما فروختم، فایلم رو گرون به شما گفتم، پیشنهاد دادم. 2 این که تخفیف زیاد شما بخوای بدی، اون طرف میل خریدش میاد پایین. یا اگه تخفیف هم بهش ندی، اونم باز یه ایراد دیگه ای داره. پس تو معاملات شما باید بیای تخفیف ها قطر چکونی به اون طرف بدی. یعنی مثلا اگه 10-20% قراره تو اون معامله به طرف تخفیف بدی، نه یا یه دفعه کلش رو تخفیف بدی، اون طرف اون حس هیجانیش از بین بره. شما باید بیای اون 20% رو 5% بهش تخفیف بدی. بعضیا گفتم گرفتن تخفیف و چونه زدن یه آپشن میدونن برای خودشون. پیش زنشون، فرزندشون، دوستشون، کسی که تو معامله همراهشونه، یا بعد از معامله برای کسی میخوان اون خاطره رو براش تعریف کنن یا اون داستان معامله رو براش تعریف کنن، اگه تخفیف خوبی گرفته باشه به خودش افتخار میکنه، کیف میکنه. شما این لذت چانه زنی و تخفیف گرفتن از اون طرف نگیریم. کاری کنید که از اون جلسه میاد بیرون فکر کنه گرگ وال استریته. این یکی از سیاست‌های درست تخفیف دادنه. حالا شما تو معاملاتون چجوری تخفیف دادی؟ تو کامنت ها برای ما بنویس که هم من هم دوستان دیگه از شما یاد بگیریم.